بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: ایمان هیچ کس از شما ایمان هیچ کدام از شما کامل نمی شود تا زمانی که چیزی را به خود دوست دارین به یک برادرتان و یا خواهر دینیتان مسلمانتان دوست داشته باشید. هر وقتی که ما چیزی را به خود خوش داریم و دیگران هم دوست داشته باشیم، در این صورت ایمان ما مکمل می باشد. اگر خانه خوب شما به خود دوست دارم، برای دیگه مسلمان ها هم باید دوست داشته باشم. دیگه الله توفیق عمل نصیب بکنه تا چیزی را به خود دوست داریم و دیگرها هم دوست داشته باشیم. صلی الله تعالی علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.